سلام به همه دوستانی که میخوان از ایردراپ ها درآمدی داشته باشن یا حالا یه پول خوبی ازشون ببرن. من اینجام تا بهتون درباره اینها کمک کنم و کاری کنم شما ایردراپ های خوب رو از بعد تشخیص بدید. اگر شما به اینجور محتواها علاقه دارید پیشنهاد میکنم تا قبل از دیدن ادامه ویدیو چنل منو سابسکرایب کنید و چنل تلگرامی اونم حتما داشته باشید، چون اطلاعات مهمی اونجا میگم که باعث میشه تو اینجور مسائل پیشرفت بزرگی داشته باشید. من امروز میخوام درباره ایردراپ بلوم با شما صحبت کنم و صحبت هایی که تا الان هیچ کس نکرده. اگه شما کنجکاوی که چی میخوام بگم تا انتهای این ویدیو همراه من باش. شاید برای خیلی از شماها این سوال پیش بیاد که اصلا ایردراپ بلوم چیه و تا الان اسمش رو نشنیده باشید. ایردراپ بلوم یه ایردراپ خیلی قویه که قرار خیلی کارها انجام بده. چه کارهایی؟ یکی از برنامه‌هاش اینه داخل تلگرام یه صرافی بشه، یعنی یه دونه صرافی بزرگ کریپتو بشه که داخل تلگرام بتونه این کارها رو انجام بده. یکی از پلن‌های خیلی قویه که بلوم داره. کار خاصی هم نباید کرد. هر روز شما میتونی هر 8 ساعت میتونی بیای این گزینه رو بزنین که 50-70 بهت میده. یه سری تیکت بهت حالا اینجا میده که من تیکتی ندارم الان. تیکتی بهت میده که با اونها بازی میکنی و ارز بلوم رو دریافت میکنی. این ایردراپ خیلی مدیرهای قوی داره. مدیرهای فعلیش توی بایننس و خیلی از کمپانی‌های یا صرافی‌های بزرگ کریپتو کار میکردن و خیلی مدیرهای قوی داره. من الان میخوام به این سوال اصلا جواب بدم. برای اینکه بدونیم بلوم قراره به ما حالا یه سود کم یا زیادی برسونه یا اصلا قراره کردش رو عرضه بکنه، باید بیاییم و داخل سایت بلوم بگردیم دنبال رودمپ اون. رودمپ چیه؟ رودمپ نقشه راه کریپتو رو میگن یا اصلا نقشه راهی رو میگن رودمپ، که حالا برای یک شرکت واسه یک کریپتو از روزی که ایردراپش حالا هر چیز ساخته میشه تا روزی که میخواد لانچ بشه و لیست بشه. میایم سایتش رو بررسی میکنیم و دنبال رودمپش میگردیم و حدودا میشه گفت این که رودمپش رو دارید میبینید اینجا ما یه سری متن نوشته و میرسیم به این بخش که داخل رودمپش چیا نوشته. بذارید من براتون خط بکشم. از روزی که حالا نسخه بتاش و فارمینگش و کارهاش و اینها تمام این کارها رو انجام داده تا رسیده به بخش وصل کردن ولت تون کیپر و حالا تون کل شبکه تون. حالا یه سری بخش هایی که در ادامه داره چیه؟ یه بخش تریپس داره. این بخش تریپ مثل همون بخش های که در اکثر ربات ها هست، اسکواد کلن، نمیدونم جاهایی که شما بتونید در ربات هایی هست که مثلا شما وارد یک اسکوادی میشی و اگر مثلا بعد از اتمام اون لیگ هم به اونر هم به شما یه سری پاداش میرسه و اون کارهایی که الان جدیدن در بلوم هم اضافه شده. در بخش حالا پد رو من اصلا نمیدونم چیه. در بخش مهمی که برام هست سوابس که در 3 ماهه سوم 2024 اینجا نوشته، یعنی بخش میشه گفت پاییز. اینجا خیلی برای ما مهمه. چرا؟ چون اینجا دقیقاً جاییه که ما میتونیم حالا توکن خودمون رو چنجش بکنیم. حالا با چی؟ احتمالاً با تتر یا تون. این در ادامه مشخص میشه. و بخش ولت داره که ولت خودش رو میخواد ارتقا بده. و بخش پرپز رو نمیدونم دقیقاً چی میتونه باشه. ولی در کل من میخوام به این سوال جواب بدم که آیا میتونه بلوم پول بده یا نه. به نظر خودم با این نقشه رودمپی که داره و جوری که عمل کرد و خیلی قوی داره عمل میکنه، ما میتونیم قوی ترین پروژه ایردراپ بعد از نات کوین رو بلوم بدونیم. و به شما پیشنهاد میکنم حتما بلوم رو از دست ندید. اگه تا الان هم شروع نکردید حتما بیاید داخل چنل تلگرامی من که
سعی میکنم این بالا اسمش رو براتون، آیدیش رو براتون بنویسم. اونجا بیاید با لینک، چون باید حتما با لینک یک نفری داخل اون بشید، غیر از اون براتون سخت ورودش. شما بیاید با لینک من وارد بشید و حتما از امروز شروع کنید. کار خاصی هم نمیخواد بکنید، هر استایل میاد کلیم میکنید، یه سری تیکت بهتون میده، تیکت ها رو بازی میکنید. تیکتش خیلی خوبه. من خودم یک بار 150 اوایل که نمی‌دونستم چجوریه 150 تا تیکت رو تو 2 ساعت استفاده کردم و حدود فکر کنم 15000 تا 20000 تا فقط از اون گرفتم. پس کلا هیچ بخش از این ایردراپ رو دست کم نگیرید. حتما از امروز شروع کنید. اگر تا اینجا از ویدیوهای من خوشتون اومد، لایک، سابسکرایب یادتون نره و اگر هم میخواید از این ایردراپ استفاده کنید حتما وارد چنل تلگرامی من بشید، چنل مهدی ایردراپ. روز خوبی داشته باشید.